طرز تهیه شامی کباب. توی کشور ما شامی کباب با رسیپی‌های مختلف برای شهرهای مختلف طبخ میشه. این رسیپی مربوط به شهر خرم‌آباد هست. برای شامی کباب ابتدا پیاز رو رنده میکنم، 70% آب پیاز رو میگیرم، گوشت و سبزیجات و ادویه ها رو بهش اضافه میکنم که نوع و مقادیر مواد اولیه رو توی کپشن براتون مینویسم. مواد رو مخلوط میکنم و برای چسبندگی بهش یه دونه تخم مرغ کامل اضافه میکنم. جایگزین تخم مرغ کامل میتونید آرد نخود اضافه کنید، ولی آرد نخود باعث سفت شدن گوشت شامی کباب میشه و به نظرم همین تخم مرغ چسبندگی کامل رو میده. شامی ها رو به این شکل فرم میدم، کف قابلمه میچینم بدون اینکه یک قطره روغن اضافه کنم و درب قابلمه رو میبندم و روی حرارت قرار میدم. 20 دقیقه بعد گوشت ها آب انداختن و من ترجیح میدم شامی با همین بخار آب بخارپز بشه، هرچند که وقتی آب تبخیر بشه گوشتمون به روغن میفته. به این شکلی که میبینید وقتی گوشت ها کاملا دو طرفشون سرخ شد، شامی ها رو از توی قابلمه خارج میکنم و یک پیاز کامل رو رنده میکنم و توی قابلمه میریزم و یه مقدار زردچوبه بهش اضافه میکنم و در به قابلمه رو میبندم. اجازه میدم پیازها یک کوچولو سرخ و بخارپز بشن و برای قوام سس من یه مقدار آرد اضافه میکنم و یه چند دقیقه آرد رو سرخ میکنم تا خامی بوی آرد گرفته بشه و بهش ربع انار ملس خونگی اضافه میکنم. هرچه این ربع انار ملس‌تر باشه دیگه نیاز نداریم برای تعادل طعمی حالا این سسمون شکر اضافه بکنیم. بهش سبزی‌های خشک رو اضافه میکنم و 2 لیوان آب میریزم و میذارم روی حرارت تا سسم قوام پیدا بکنه. وقتی که سس شروع به جوشیدن کرد گوشت ها رو بهش اضافه میکنم و 40 دقیقه زمان میدم تا سس غلیظ بشه و شامی ها طعم سس رو به خودشون بگیرن. این شامی کباب رسیپی اصلیش گردو داره، ولی من برای اینکه اقتصادی باشه گردو بهش اضافه نکردم، ولی با این حال سسش کاملا غلیظ و خوشمزه هست. نوش جان.